1 میلیارد تومان پول نقد به صورت یک جا یا یک اسکناس 1000 تومانی که در 31 روز آینده هر روز ارزشش 2 برابر میشه. اگر با این دو پیشنهاد مواجه شدید، کدوم یکی رو انتخاب میکنید؟ این مورد مثالی از اثر مرکبه. اگر پای صحبت‌های افراد موفق بنشینید، متوجه خواهید شد که هر کدوم از اونها فرمولی خاص و جذاب برای موفقیت خودشون دارن. در این کتاب نیز دارن هاردی، مربی انگیزشی، نویسنده و فردی موفق در حوزه کسب و کار، پرده از یکی از رازهای جذاب رسیدن به موفقیت در زندگی برمی‌داره. دارن هاردی در این کتاب معتقده تا زمانی که یک فرد تغییری رو در امور روزانه و آنچه که به صورت روزمره انجام میپذیره اعمال نکنه، قادر به تغییر زندگی خودش نیست. بنابراین بر اساس باورهای کتاب اثر مرکب، کلید موفقیت هر فرد رو میتوان در کارهای روزمره اون پیدا کرد. با مطالعه این کتاب خواهید آموخت که چگونه با انجام تغییرات کوچک و مستمر در طول روزهای خود به سوی دستیابی به اهداف و ارتقاء سطح زندگیتون حرکت کنید. پس اگر جزو اون دسته از افرادی هستید که زمان کافی برای مطالعه این کتاب رو ندارید، در ادامه با ما همراه باشید تا چکیده کتاب اثر مرکب رو با هم بررسی کنیم. چگونه از شر محدودیت‌های خود خلاص شوید و به اهدافتان برسید؟ بسیاری از ما هر روز از خواب بیدار میشیم و میگیم امروز دیگه وقتشه. روزی که قراره با هیولای تنبلی مبارزه کنیم و وزن زیادی کم کنیم، ترفیع بگیریم و سرانجام رویاهامون رو تحقق ببخشیم. سپس روز بعد از خواب برمیخیزیم و میگیم از شنبه بعد شروع میکنم. ولی مشکل از اهداف ما، خود ما یا حتی نگرش ما نیست، بلکه مشکل از نداشتن استراتژی ماست. چرا ما فکر میکنیم که میتونیم یک روز خاص بیدار بشیم و صرفاً با یک بشکن زدن همه چیز رو تغییر بدیم؟ کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی راه دیگه ای رو پیشنهاد میکنه. شتاب گرفتن و برنامه ریزی برای تغییر عادت بد به عادت خوب، کلید رسیدن به موفقیته. اثر مرکب در این مورد یک شیوه هدایتی عملی رو برای دستیابی به اهداف و کسب موفقیت شرح میده. شیوهی که اساس اون ممارست و پایداری در برنامه ریزی هاست. اگر از تصمیمات از شنبه به بعد شروع میکنم خسته شدید، بهتون پیشنهاد میکنم با دقت بیشتری به این خلاصه توجه کنید. اثر مرکب همیشه کار میکنه و همیشه شما رو جایی خواهد برد.